اما اگه پدرم تو رو فرستاده نظرم عوض کنی بیفایده است. اگه الان نری و آشتی نکنی پشیمون میشی، میدونم میشی. شاید بعدم. من پدرم رو از دست دادم و هر روز دلتنگشم. اگه حالا بذاری و بری تو هم پدرتو از دست میدی. برای من همیشگیه، اما لزومی نداره برای تو همینطور باشه. تو میتونی برش گردونی و دوباره واقعا خودت بشی، مثل پدرت، یه کلاه دوز. مطلقا دلم نمیخواد سرنوشتم مثل پدرم بشه. تورانت صبر کن، خانوادت از دست میرن و تو نمیتونی جلوی این اتفاقو بگیری. باشه، خودم بهشون هشدار میدم.